من فتوای 4 امام به شما میگویم. امام احمد حنبل نسبت به نماز چی میگوید؟ این 4 صاحب مذهب هستند. دنیای اسلام در زیر این 4 مذهب قرار دارد. یکی امام احمد حنبل است، یکی امام شافعی است، یکی امام مالک است، یکی ابو حنیفه ما و شماست. همه اونا از ما و شماست. لیکن امروز که ما و شما در زیر مذهب ابو حنیفه هستیم، از این خاطر من میگویم که ابو حنیفه ما و شماست. امام احمد حنبل میگوید کسی که بی نماز است وای کافر است. دلیلهاش انشاءالله من جمعه آینده به شما باز در باب بی نماز گپ میزنم از آیات های قرآن. و چه آیت امام احمد حنبل این صاحب مذهب است، میلیون ها نفر در زیر مذهبش عالم ها و مولوی ها دارند، وای بی دلیل کافر نمیگوید، میگوید کافر است. امام مالک میگوید بی نماز کافر است. امام شافعی میگوید به زمینی که بی نماز کافر است قتلش واجب است. اینا امام شافعی گفتند. این کتاب است، این نه کتاب حاجی میرزاست، نه کتاب یگان مولوی یگان داملای دیگه است. این کتاب خدا و پیغمبری خداست. این قول مجتهدان ما و شماست. امام ابو حنیفه چی گفتند؟ گفتند کسی بی نماز باشد وای زندانی کنید، زندان برید، در زندان 3 روز وای را محکم کنید و پیشنهاد کنید نماز قبول میکنی یا نه. اگر نماز قبول کند کشاده کنید وای، اگر نماز قبول نکرد نزد او طعام نگذارید، با همون گرسنگی در زندان هلاک شود. این قول امام ابو حنیفه است. هیچ قولش برای بی نماز خوب نیست، هیچ قولش، همش ضرر آدم بی نماز.